چرا با اینکه این همه ورزش میکنم و رژیم غذاییم هم رعایت میکنم اونجوری که بایستی وزنم کم نمیشه؟ این جمله یا این شکایت به گوش تقریبا همه ما آشناست و احتمالا بعضی از ما هم این شکایت رو کردیم. و تو این ویدیو میخوام به شما بگم که داستان از چه قراره و چرا با اینکه بعضی افراد این همه ورزش میکنن، وقت میذارن، میرن باشگاه، انرژی میذارن، اما همچنان اونجوری که بایستی وزنشون کم نمیشه. برای اینکه بخوام این سوال رو جواب بدم، یک مثالی از خودم میخوام بزنم تا با داستان من بفهمین که جواب این سوال و این شکایت چیه و داستان از چه قراره. همونطور که میدونید من حدود هفته 3 تا 4 جلسه تمرینات 2 انجام میدم و هفته 3 تا 4 جلسه هم تمرینات بدنسازی. وقتی نگاه میکنیم به این که یه نفر داره مثلا 3-4 جلسه 2-3-4 جلسه بدنسازی، تقریبا هفته 7 جلسه تمرین میکنه، آدم میگه واو چه شیوه زندگی فعالی. و اطرافیان من شاید فکر کنن که من شیوه زندگی خیلی فعالی دارم، در حالی که داستان جور دیگری است و قضیه به یک نوع دیگری میشه بهش نگاه کرد. بذاریم با یک مثال بهتون بگم. این نموداری که اینجا میبینید نمودار قدم هایی است که من در طول یک هفته پیمودم که توسط اپلیکیشن پیسر ثبت کردم. حالا در مورد اپلیکیشن پیسر هم در ادامه همین ویدیو صحبت میکنم. خب همونطور که میبینید این که من 2 روز تعداد قدم هام بالای 20,000 قدم در روز شده که عدد فوق العاده ایه و یه روزم تقریبا 14-15,000 قدم شده و بقیه روزا کم. و به طور میانگین شده حدود 7,000 تا 7,000 خورده ای که عدد خوبیه نسبتا. اما نکته مهمش اینجاست که تقریبا تمام این 20,000 قدم ها و 14-15,000 قدم هایی که من تو این 3 روزی که قدمم بالا بود پیمودم، همش به خاطر تمرینات 2 میدانی بود که داشتم. یعنی مثلا روز اول روز جمعه بود، روز شنبه بود، من 16.5 کیلومتر دویدم، جمعه آخر هفتم 14.5 کیلومتر دویدم و وسط هفتم تقریبا 7-8 کیلومتر بود. و اگر این تمرینات 2 میدانی رو حسب بکنی از این نمودار، یک فاجعه اتفاق میفته در حد روزی 2-3 هزار قدم در روز. و عملاً من نمیتونم بگم شیوه زندگی من فعاله. من فعالیت ورزشی دارم در کنار یک شیوه زندگی غیر فعال. چرا؟ چون کارم پا لپتاپه. من برای روز 12 ساعت پای لپتاپ باشم، برای برنامه‌ای که می‌نویسم، برای محتوای آموزشی که تولید میکنم، برای کار ریسرچ که انجام میدم و یک شیوه زندگی غیر فعال، اما در کنارش تقریبا سعی میکنم هر روز ورزش بکنم. پس من شیوه زندگی فعالی ندارم، من شیوه زندگی غیر فعال در کنارش هر روز ورزش میکنم. و نکته که خیلی کلیدیه و بایستی بدونید اینه که ورزش سنگین، ورزش منظم حتی نمیتونه جور یک شیوه زندگی غیر فعال رو بکشه. بازم تکرار میکنم، ورزش سنگین، ورزش مداوم در طول هفته نمیتونه جور شیوه زندگی غیر فعال رو برای شما بکشه اگر در مسیر کاهش وزن هستین و مخصوصا اگه کاهش وزن طولانی بخواید داشته باشید. چرا؟ چون که در مسیر کاهش وزن بدن ما کارآمد میشه و شما دیگه مثل قبل نمیتونید موقع ورزش و موقع فعالیت روزانه‌تون انرژی بسوزونید و فعالیت غیر ورزشی ما، یعنی کارهایی که در طول روز انجام میدیم، خرید میکنیم، نمیدونم پیاده روی میکنیم، کار خونه انجام میدیم، کارهای اینجوری بدن براش خیلی کارآمد میشه و اینجاست که افزایش فعالیت غیر ورزشی و شیوه زندگی فعال بسیار اینجا مهمه. حالا بذارید من از یک نگاه دیگه بهتون بگم که بازم تو این نمودار من میشه متوجه شد. ما یه اصطلاحی داریم به اسم Activity Compensation. یعنی چی Activity Compensation؟
یعنی این فرضیه، این نظریه میگه وقتی ما یک فعالیت ورزشی مثلا سنگین انجام میدیم، بدن خود به خود به صورت جبرانی در بقیه طول روز فعالیتش کم میکنه. یعنی من نوعی که رفتم مثلا 10 کیلومتر 15 کیلومتر دویدم، خسته اومدم خونه، دیگه بخوام برم خرید کنم سر کوچه بازم با ماشین میرم. دیگه شیوه زندگی من در بقیه ساعتهای روز غیر فعالتر میشه و واقعا هم همینه برای خیلی از افراد. پس قبل از این که بگین این سوالو بپرسید و این قرحو بزنید که چرا من با این که میرم باشگاه 4 روز در هفته، 3 روز در هفته، 5 روز در هفته، چرا اونجوری که به وزن کم نمی کنم با این که رژیمم رعایت میکنم؟ قبل از اینکه این نکته رو بگیم و این قرحو رو بزنید، اپلیکیشن پیسرتون رو نگاه کنید. توی 1 هفته گذشته، توی 1 ماه گذشته به شما میگه به طور میانگین چند قدم رفتید. و اپلیکیشن پیسر هم میتونید راحت دانلود کنید، هم تو اپ استور هست هم گوگل پلی هست و نیاز هم نیست که شما بزنین که براتون ثبت بکنه. تو گوشیتون شما مادامی که گوشیتون روشن باشه قدم های شما رو میشماره و نیاز هم نیست که شما بخواید کار خاصی بکنید. اصلا شما اغلب موقع خب گوشی تو کنارمون هست، گوشی تو جیبتون باشه، قدم بزنین 6 ماه بعد برمیگردین میانگین 6 ماهتون براتون حساب میکنه، روز به روز براتون حساب کرده. پس اپلیکیشن پیسر رو نصب کنین. اگر دنبال این هستین یک شیوه زندگی فعالی داشته باشین، باعث میانگین قدم هاتون بالای 10,000 قدم باشه برای کاهش وزن خیلی مناسبی که به سوپ وزنی ختم نشه و سوپ وزنی خیلی به تعویق بیفته. 10,000 قدم نباشه، بالای 6,000 قدم هم میتونه در روز هدف خوبی باشه به طور میانگین. من همیشه میگم کسایی که این قرر رو میزنن هدفشون بزنن رو 10,000 قدم که اگه کمتر شد هم بازم عدد خوبی باشه. پس ورزش سنگین، ورزش در بیشتر روزهای هفته نمیتونه شیوه غیر فعال شما رو، شیوه بی تحرک شما رو به شیوه فعال و خیلی فعال تبدیل کنه. یادتون باشه که شما صرفاً دارین 4 یا 5 جلسه در هفته ورزش میکنید. با 4-5 جلسه 1 ساعت تا 1 ساعت و نیمه یا یکم کمتر بیشتر نمیتونین 1 هفته رو فعال بکنید. همیشه بازم میگم قبل از اینکه این قرر رو بزنید اپلیکیشن پیسر خودتون رو نگاه کنید و ببینید در 1 ماه گذشته که هم تمرین خوبی داشتین و هم رژیم خوبی داشتین چقدر قدم برداشتین. اگرچه شیوه زندگی فعال فقط به قدم نیست، به قدم زدن نیست، اما قدم زدن و قدم شماری معیار بسیار خوبیه که به ما این تلنگر میزنه که من چه کار کردم. به عنوان مثال تو این نموداری که بازم میبینید، من تو یکی از روزا که 4شنبه بود تعداد قدم هم حدود 1000 قدم بود و این فاجعه است. و من موقعی که اینو ثبت بکنم میفهمم که این فاجعه رخ داده، در حالی که اگه ثبت نکنم اصلا به خاطرم نیست که من این روز کلا همش بی تحرک بودم، همش پا کار بودم، همش با لپتاپ بودم و از جام بلندم نشدم به اون صورت. پس میخوام اینو بدونید که وقتی چیزی ثبت بشه میشه در موردش صحبت کرد، میشه براش راهکار پیدا کرد. شما رژیم غذاییتون چون ثبت شده، چون از یک نفر رژیم گرفتید به خاطر دارید. شما باشگاه رفتنتون رو چون ثبت شده به خاطر دارید. اما شیوه زندگی غیر فعال ثبت نمیشه و استفاده از اپلیکیشن هایی مثل پیسر میتونه ما کمک کنه که ما بی‌فعالیمون و بی‌تحرکیمون رو ثبت بکنیم و این نکته میتونه هر هفته تلنگر خوبی واسه ما باشه که چقدر به اون میزان شیوه زندگی فعالی که میخواستیم رسیدیم. پس اگر خیلی آدمی هستین که دنبال هستین که شیوه زندگی فعال کنیم، میانگین رو بزنین رو 10,000 قدم در روز به عنوان هدفتون. اگر نه 8,000 و 6,000 قدم در روزم میتونه گزینه‌های خوبی باشه. اگر اپلیکیشن پیسر رو ندارین حتما روی گوشیتون نصب کنید.
بدرود.